عزیزم خوبین؟ روزتون بخیر باشه و سال نو بر شما مبارک باشه. همواره پر از عشق و امید و ایمان باشید، سرشار از برکت، ثروت و سلامتی و عشق و نور و تمام سلول های بدنتون مثل کریستال بدرخشه و اتم های وجودتون رو تبدیل به کریستالی درخشان کنید. خب غرض از این لایو تبریک و نو بودن سال جدید رو خواستم که هم تبریکی گفته باشم، هم مبارک بادایی به شما گفته باشم و بگم که روز از نو و روزی از نو، البته که هر روز میتونه عید باشه، هر روز میتونه برکت باشه، در صورتی که حس پاک و روشنی داشته باشیم و روزهامون پر از نور باشه. و ایمان دارم که تا به حال اتم‌های سلول‌های بدنتون رو تبدیل به کریستال کردید و آماده درخشش در سال 2024 میلادی هستید. همونطور که عدد 2024 جمع خیلی کلی و بی نهایت رو داره و اگر اون رو با هم جمع کنید عدد 8 رو به دست میارید و اگر عدد 8 انگلیسی رو شما دیده باشید و در این لحظه و در این ساعت این عدد رو به دست آورده باشید، متوجه میشید که عددی بی نهایت و سالی پر از برکت و ثروت برای آنانی که مظلوم واقع شدند و عدالتی بر روی اونها نیست رو نشون میده. و دوست دارم بگم که این سالی پر از صلح و آرامش درونی هست و همونطور که ما از سالهای قبل درک کردیم و اگه سالهای قبل شروع به خودشناسی کرده باشید و شعور و فهم و درک و خردتون رو بالاتر برده باشید، متوجه میشید که امسال سالی است برای رسیدن به کشتی نجات. پس همونطور که میدونیم عدد 8 یکی مونده به پایان هست و همینطور که همه اطلاع دادن و همه پیج هایی که خودشناسی میکنن و ما رو آماده میکنن برای سال جدید، نوید این رو میدن که امسال رو باید بسازید تا سال دیگر رو کاملا بتونید درو کنید و سالی پر از عشق و امید و ایمان خواهد بود برای افرادی که آزادگی رو در زندگیشون دارن، رهایی رو در زندگیشون دارن و کمکی بی منت میکنن و روزهای خوبی رو میتونن برای خودشون رقم بزنن. و سعی کنید که امسال رو سالی پر از عشق بدون دریافت برای خودتون ببینید. یعنی انتظار نداشته باشید که از کسی دریافتی داشته باشید. اگه تو برای پرنده ای دانه میریزی، انتظار نداشته باش که اون پرنده بیاد و برای شما کاری انجام بده و همه انسان ها رو در واقع ازشون اینطور حمایت کن و سعی کن که عشقی در وجود خودت پرورش بدی و اون عشق از بدن تو رویش کنه. انتظار نداشته باش، انتظارات رو در خودت بکش. همونطور که این انتظارات رو وقتی شما میکاری مطمئن باش و ایمان داشته باش که این در ملک هستی از بین نخواهد رفت بلکه جوانه خواهد زد. نوید این رو میدم که روزهای بهتری رو سپری خواهی کرد. پس عشق بدون بازگشت و شرط رو برای خودت رقم بزن. هوای
آدم های دور برت رو داشته باش. نظم رو توی کارات بیشتر باید بیاری. امسال سال نظمه، اگه نظم بدی بهترین خواهد شد. و شکرگزاری کن، امسال سال شکرگزاریه. همونطور که میدونی شکرگزاری باعث میشه که هر روزت بهتر از دیروز بشه و شکر نعمتت رو افزایش خواهد داد. سعی کن که روز به روز به این تلاش ها و این افکارت نظم بدی. یکی از چیزهای دیگه‌ای که این که داری در زندگیت و باید اونها رو کم کم که نه خیلی یه مقداری باید عجله کنی، که امسال میدونید 1 ساله و داره سپری میشه و این رو بیشتر در کنار خودت داشته باش و این سال رو سعی کن که حاشیه ها رو کنار بزنی و آشغال هایی که در ذهن داری از بین ببری، آشغال هایی که در اطرافت هست رو از بین ببری، چیزهایی که زیادی هستن چه در فیزیک چه در درونت رو از بین ببری و از خودت دور کنی و هر لحظه به سال جدید که میخوای بیای و نزدیکتر میشی خالصتر باشی و اون خلوص تو باعث دریافت بیشتری از نور در تو خواهد شد و استعانت به طلبی از اون برترت و فقط از خود برترت بخوای که تو رو راهنمایی کنه و عشق بیپایان رو در تو به وجود بیاره بدون اینکه طلب از دیگران بکنی. طلب عشق رو در خودت بکن و فقط و فقط و فقط از خودت بخواه که بهترین باشی و لحظه به لحظت رو پر از عشق کنی و به خودت کمک کنی. امروز اومدم که بهتون بگم که امسال رو اگر این کارها رو برای خودت بکنی، فقط یه چند تا نکته رو برای خود انجام بدی همونطور که گفتم. یکی این که شکرگزاری کنی، یکی این که عشق بی پایان بدی و طلب نداشته باشی از کسی. کسی اینجا نیومده که بخواد مثلا یک خصومتی با تو داشته باشه. هممون بازیگریم و بهتره که خوب بازی کنیم و نقشی زیبا بیافرینیم. هدف از این که ما اومدیم فقط همینه، فقط و فقط همینه و چیز دیگه ای نیست. پس نقشی زیبا بیافرین. نخوای این کار رو بکنی میمونی تو مجموعه و از چرخه خارج میشی. پس سعی کن که آماده کنی خودت رو و برای سال جدید سالی پربار داشته باشی تا سالهای دیگر و روزهای دیگر بهترین باشی برای خودت و عالی ترین ها رو دریافت کنی. خواستم بی حاشیه صحبت کنم و همین رو یادآوری کنم. میدونم که در آکاشیکت وجود داره و این رو قبلا شنیدی، صدای درونت رو بیدار کردی و سور درونت رو به صدا در آوردی و میدونم که موفق‌تر عمل میکنی. پس نیازهای درونی نیازهای درونی خودت رو دریافت کن و به اونها لبیک بگو و به اونها بپیوند و از مغز و ذهنت خارج شو. دمت رو فعال کن چون دمه که فقط خداست. پس بازدمی ممکنه نداشته باشی، پس دمت رو فعال کن و روزهای بهتری رو برای این لحظت فراهم کن. این لحظه حس خوبی در خودت ایجاد کن، صدای قلبت رو بشنو و به اون خوش آمد بگو هر لحظه و هر دم. دم غنیمت دان. با تشکر از اینکه در این لایو بودید و این رو گوش کردید و با تمام وجودتون
حتما این رو حس کردید. همین الان توی لایو بنویس من آماده هستم تا امسال بهترین ها رو دریافت کنم، یا بنویس که امسال سال منه.